خب عزیزان بیننده در این قسمت از رقابت‌ها جالبه که تقدیرنامه‌ای که سازمان OFFC برای رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان خانم مسعوده آوردو و همچنان بانو بهشتن نعیمی عضو تیم ملی فوتبال افغانستان در واقع به عنوان در نظر گرفتن بچه‌ها تفویض شود که از دو قهرمان ما خواهشمند هستیم که بیاین و سپاسنامه‌شان رو دریافت کنیم. از آقای احمد خسرو زو رئیس بانک پشتنی خواهشمند هستیم که لازم سپاس رئیس فدراسیون بدمینتون رو براشون تفویض بکنم. مبارکتان باشه و همچنان از استاد عبدالواسع قندی خواهشمند هستیم که لازم سپاس بانو بهشتن نعیمی رو براشون تفویض بکنم. مبارکتان باشه. مبارک باشه. خب حال رسما میشه که رقابت‌ها رو آغاز کنیم. خب رقابت‌ها رقابت دوره سوم هست در وزن 60 کیلوگرم. زدگوها انخویی از فاریاب در برابر محمد فریدون علمزای از روبر را رقابت شرکت می‌کنیم. رقابت باید آغاز شود. سرعت عبدالعظیم افغان یکی از قهرمانان فوتبال خوب افغانستان که رفری این مسابقه است، محمد فریدون علمزای و همچنان زلیوله انخویی رقابت شما را آغاز می‌کنند. نام خدا فریدون. آفرین فریدون. نام خدا فریدون خیلی. نام خدا فریدون. محمد فریدون علمزای. فریدون چپک پای فریدون. هایشون هم اسمایل بویتا بویتا یکی از ورشگاه بوده. آفرین. نام خدا فریدون. آفرین فریدون. نام خدا فریدون. آفرین. نام خدا فریدون. آفرین. فریدون چنگه فریدون. فریدون چنگه بسته کن. چنگه بسته کن فریدون. چنگه بسته کن. آفرین خیلی خطرناک در صورت حریف شهر بودایی ساخته مشکل انجام که اسماعیل به صورت حریف خودش سبیشن بازم بسته نشده. سبیشن وقت بسته میشه که کاملا گروهی و اشکال از آرنج حریف قرار بگیره. آفرین فریدون. نام خدا فریدون برو. فریدون فشار بده. فشار بده. پایان میرسن.